مثل گوشت‌های پخته، مثل انواع مثلا کوکوهایی که صنعتی درست میشن، اینها رو از نشاسته حتی تو آشپزی معمولی هم اگه دقت کرده باشی استفاده میشه دیگه. مثلا الان کوکویی که کوکوی خونگی هست، اگر اینکه مثلا اون مایه خیلی شل باشه مثل کوکو سبزی بخواد وابره، 2 قاشق آرد اضافه میکنن. حالا کار خونگیش به صورت آرد استفاده خونگی کاری که میکنه همون کار نشاسته است دیگه. نشاسته که داخل آرد است به عنوان عامل چسباننده یا اتصال دهنده برای اینکه یه پیوستگی بافت ایجاد کنه، ولی حالا تو صنعت به صورت تخصصی تر مثلا مالتودکسترین این کار رو انجام میده. تو آدامس بخوایم قابلیت جویده شدن زیاد بشه و اینکه طعم شیرین رو یه دفعه احساس نکنیم، حتما از مالتودکسترین تو صنعت آدامس استفاده میکنن. و یه بحث مهمش هم به عنوان